با توجه به تحکیم روابط خوب اقتصادی امارت اسلامی با کشورهای منطقه در بیش از 4 سال گذشته، ایران از جمله کشورهایی است که به عنوان همکار خوب اقتصادی افغانستان شناخته می شود. به تازگی علیرضا بیگدلی سفیر ایران در کابل در دیدار با وزیر معادن و پترولیم از علاقمندی شرکت‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن‌های افغانستان خبر داده و گفته که امنیت و معدن‌های افغانستان فرصت خوب برای گسترش همکاری‌های دوجانبه است. همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم میگوید که هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم از این اقدام ایران قدردانی کرده و برای همکاری در این زمینه اعلام آمادگی کرده است. به گفته آقای افغان، در این دیدار در مورد تقویت همکاری‌های اقتصادی و بهبود روابط دوجانبه نیز گفتگو شده است. په دغه لیدنه کې دواړو لورو د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا، د دواړو ښځو اړیکو پراختیا، د بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه د هېواد کاني زیرمو په برخه کې د پانګونې په اړه بحث او نظرونه شریک کړل. د ایران سفیر په افغانستان کې بشپړ امنیت او بډایه کاني زیرمې د دواړو هېوادونو د همکاریو د پراختیا لپاره یو ښه فرصت وباله. دغه راز د اوسپنې او نفتو په کانونو کې د ایراني شرکتونو پانګونې لیوالتیا په اړه خبرې وکړې. پیش از این رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان گفته بود که شرایط امنیتی در افغانستان بهبود یافته و زمینه سرمایه‌گذاری به ویژه در حوزه معدن در این کشور فراهم شده است. همزمان با این معاون سازمان منطقه آزاد تجاری دوقارون ایران میگوید که بازرگانان افغان خواهان سرمایه‌گذاری و افزایش مبادلات تجاری با ایرانند. با دنبال بسته ماندن گذرگاه‌های مرزی با پاکستان، امارت اسلامی ایران را به عنوان راه بدیل برای تجارت انتخاب کرده و بازرگانان افغان نیز مالهای تجاریشان را از این مسیر وارد می‌کنند. در صورتی که ایران بتونه افغانستان در بخش معدنکاری همکاری بکنه، این میتونه خیلی به سود افغانستان باشه، چون ایران تجربه کافی در قسمت استخراج معادن داره و همچنان اونا ماشینری و تکنولوژی در اختیار دارد. در صورتی که در این بخشا افغانستان همکاری بکنند و همچنان در قسمت آموزش کارمندان افغان در بحث معدنکاری اینا همکاری بکنند، بدون شک میدان خیلی به سود افغانستان باشه. گفتنی است که کمیته ملی احصای ازبکستان نیز اعلام کرده که صادرات آن کشور در سال 2025 میلادی نسبت به سال گذشته 41% افزایش یافته است. به گفته این نهاد، برق، مواد خوراکی، دوا و تجهیزات صنعتی عمده‌ترین اقلام صادراتی ازبکستان به افغانستان در سال جاری بودند که سبب شده تا افغانستان از جایگاه پنجم به سومین مقصد بزرگ صادراتی ازبکستان ارتقا کند.